همراه ما باشید در 8 متری عمق زمین. روستای کرد اولیا داره یه شهر زیرزمینی هست با وسعت 20,000 متر. 80 حلقه چاه آب، 80 ورودی، مربوط میشه به دوره اشکانیان. کاربری اون کاربری امنیتی نظامی بوده. وسعت شهر زیرزمینی به صورت دایره‌ای شکل است و شگفت انگیز. اتاقک‌ها، تونل‌ها و راهروهای زیادی دارد. اینجا میتونید یک چاه آب ببینین، کنار ورودی های شهر زیرزمینی هست، هم تراس ورودی ها قرار داره. این یکی از ورودی ها هست که از زمان اشکانیان تا کنون بکر مونده. ورودی‌هایش به گونه‌ای است که در زمان جنگ قابل دیدن نبود و سربازان یکباره و ناگهانی از زیر زمین بالا می‌آمدند و دشمن را غافلگیر می‌کردند. نکته جالب اینه که تمام چاه آبا در عمق 12 الی 18 متری دارای آب هست. جای چراغای پیزوبر مدل‌های گوناگون میتونید چیکار کنید مشاهده بکنید. مجموعه‌ای بی‌نظیر با کاربری‌های متفاوت در قرن‌ها و هزاره‌های گذشته. حدود 2000 متر این آماده شد. تا کنون از مجموع 20000 متر 120 میلیون ما هزینه کردیم برای بحث احیا بازسازیش. اگه دولت کمک کنه بحث مالی‌ها در آینده نه تنها برای شهرستان یه قطب گردش، برای استان حتی کشور یه قطب گردشگری عالی توی مجموعه داریم. فوق‌العاده عجیب بود برای من، یه شگفتی بود. واقعا چیزی قدیمی دیدنی است. اکسیژن این بنای زیرزمینی با چاهک‌های ورودی و پایاب‌ها تأمین می‌شده. حدود 2000 سال پیش اینجا پادگانی نظامی با 3000 مرد جنگی بوده که در دوره‌های بعد از اون کاربردهای متفاوتی پیدا می‌کنه. رامین زال، خبرگزاری صدا و سیما، شهر زیرزمینی روستای کرد اولیا، تیران و کروان.